از آمده زنی رو صحبت نگاه کنه دو تا کودک داره قطیش تونیست گو جوشیده 6 گو جوشید یا تاجیکی و یا عرسی گفت شنید کردیم آیسته آیسته یاد گرفتیم دو همش توی زنی تاجیک دادیم میگفت تاجیکستان وطن مای نغزه دیگه که کجا میریم روسیه. گل دخترکانی عزیز شما را با زالاتای دиректори компания Faberlic میخواهم شناس کنم. اپای توجی نیسا از کماندای مای و زالاتای دиректора هر 21 روز توجی نیسا از 10,000 سومانی معاش زیادتر میگیرد و کسی میخواهد در کماندای توجی نیسا داخل شود از نام من اگر گپ زنید بگین که ما подписчикای اپای جانانه شما را دستگیری میکنند یعنی شما را دиректор میکنند. غیر از آن یک گالا розыгрыш ها یک گالا توفه ها میمونند یک نمود پدرکه بسیار میموند که حد و کنار ندارد. این خیلی دиректора را باید ایدست نتین در این واتساپ بنویسین یا اینکه این اینستاگرام. مردانوف اسا عسکری رفته بود در عسکری 15 سال ایستاد در روی پیش ده همونجا خیلی مادر مدید شوفیور شده کار کرد مادر مدید پس عسکری مادرم پلگه یا پترونه پشتالیون بود در همون قشلاقنده پشتالیونی میکرد پدرم که دیدش نغزش دید خیلی در رفت و اومد نغز دیدن همدیگر را گرفتن من دادرم در لوا تولد شدیم بعد با او مچه گرفت اومد یه پدر داشت مادر نداشت مادرش یه ساله بود که مرده بود سالای 65 اومدیم به اینجا را ما تو رسی را میدونستیم تاجیکی را نه با همسایه ها خیلی یا تاجیکی و یا عرسی گفت شنید کردیم آیسته آیسته یاد گرفتیم رنگی روسی میپوشیدیم یا همه ما روسی بود اینجا اومدیم خیلی با خریدن پشوندنمون ببین گفت که خیلی بیاره یه مگزین پشونشون پوشن همی رنگ خدمو رفتار کنن مادرم میلی گفت رفت خرید پدرم آورد پشوندش ما را خرید دختن پشوندن پوشیدیم همی رنگ تاجیکو کردیم خیلی حد همسایه گفتن از آمده زنی رو صحبت نگاه کنه دو تا کودک داره قطیش خیلی میگفتن که این نگاه کنه ای اوکراین زن آوردگیه خیلی زن شدی نتوی امروز رفتار کرد در مکتب به همون فامیلیای روسیمون میرفتیم هیچ کسی چی نمیگفت او تاجیکا رو به تاجیکی نوم میگرفتن اما رو به همون فامیلیای خودمون نوم میگرفتن ما در این مکتب 11 هنده میخوندیم نمیگفتن که شما روسه چیه همین رنگی خداشون رفتار میکردیم تنه نمیکردن که شما روسه کی یا چیه اولی اومدنشون در زیقشی گفت که نمیخوام میروم هیچ کس ندارم اینجا نیکی بعد آیسته آیسته با بگیم حد همسایه که قطیش نغز رفتار کرد و نغز گفت گذار کردن با نغز کارهای تاجیکی را نمیتونیست مادرم شویده و بسته نمیتونیست خیلی شتومن بود آیسته آیسته خیلی دستش داد نشونش داد که ای تک و او تک خیلی زتا بعد همه را ایخت کرد مادرم 6 ساتیق زمین داشتیم کشت کار میکنیم کتشکه میکشتیم همه چی را میکشتیم زمین ده خریدیم تونیست گو جوشیده 6 گو جوشید سالای 74 گو مول کردیم گو جوشی را گرفت نونبندی را گرفت همه کار ایخت کرد مادرمون آشی باریک میبرید
گیردچه و چپاتی و این وی میبست. مادرم هم تنونبند شد در این جنده. یک همسایه داشتیم اسکندر سلیمانوف پروفسور بود. ایدی شنبه کرد می اومد به غرمه. قصه اوتلاش میکرد، نونی جوش اوتلا. بیا با ما نونی جوش بند اوتلا. مادرم میکرد این کارا را. مادرم چند سال دایی همین نادونک در زندگی کردیم. بعد کوچیدن پلکون رفتن، سری پل رفتن. در او جنده بعد همین جنگای 93 مادرم در بالنیسا در اومده کار کرد. در اون جنده در اومده کار کرد. 17 سال در بالنیسا کار کرد مادرم. همشیره اپراسیونی بگیم کار میکرد. در 93 سال که از چم استثنا شد، خیلی بعد به دولین قطعی گرفتار شد، بس کرد چی را بالنیسا را. 17 سال در همه اپراسیونی استثنا بود. همونجا نفقه برمد. کلکتیو همه کارخانه بسیار مدرن نغز میدیدن. ایروی که نغز رفتار میکرد. حالی هم که باشه تعریفش میکنن. عجب انسانی زوری بده. کارش چه خوب میفهمید. پدرم در 63 بعد بندگی کرد. 63 ساله بود. مادرم 71 ده. مادرم میگفت که فرزند باید همه وقت نمونه باشه. بگیم انسان ناقتی رفته اومده گفته گذاری نقص کنه. 3 تا دختر بودیم 4 تا پسر. خیلی تعلیم تربیهشون نقص بود. دودران شوفیار بودن. یکش ملیسه بود. یکش دختر بود. دودران. انا خواهرم در رسینده یالی چند سال میشه 25-26 سال میشه رسینده. خیش تباروی من دو خاله ها میشوند که تقایون در همون وان در زندگی میکردن. تو همه جنگ خیستن از چند قطعیشون پوسیلکه میکرد، خط مینویشت. تلفن ها نبودن. همه خط قطعی گفته گذار میکردن. انا بعد از جنگ دیگه که نه ما اواره دیدیم نه او ما. همون خواهرهاش مادر میگو آیا حیات هستن یا نه. یک سالنده که کی مرده و کی زنده و کی میدونه. و پدرم یک دختر داشت رفت همون ازبکستان ده همونجا ایستاد. 3 را اومده دیگه در همون ازبکستان بود. مادرش بود یک 5-6 سال زندگی کرده بعد گذشته شد. سالای 71 بود. پدرم و مادرم احترام نقض میکردن. با هم دیگر مصلحت میکردن. چی کاری بود با هم دیگر میپرسیدن. کار اجرا میکردن. یگان بار جنگ پدر مادر من ندیدم. دائم نقض رفتار میکردن. پدرم انسانی نقض بود. نقضش میدید. میگو خوشبختم پدرتون پدر خوبه انسان خوبه. چند سال شد قطعش زندگی میکنم. نقض رفتاروش نقضن. جنگ نمیکردن به همسایه. یگان بار گفت گذار نکردن. اوچای من جنگله نبود. در معرکه های هیل همسایه با همون حد همسایه میرفت 6 تا خیز میکرد. توی میرفتن یه جایی
мехестанд меомаданд ина мехест модармон дид ёд гирифтам бигем ҳамаи рафтори тоҷикиро ҳамон хел кард туй кардем додаромаина сад бол шукронаи худо ҳамаша туи зани тоҷик додем мегуфт тоҷикистон ватан май нағзай дигар куҷо мерем россия ҳаминҷа нағзай бод ҳавош инсонош меҳмоннавозанд додари россияно мегӯянд ки биёе хона охи ина туй мекунем чӣ менем биёе бар морам ҳай худам солои 62 дар ҳамун россиянда таваллуд шидам 3 сола шидем ки ба тоҷикистон омадем оҳиста оҳиста уна тоҷикиро ёд гирифтем синфи 1 рафтем ина то синфи 10 хондем охин 10 буд 11 набуд то синфи 10 хондем тиёр кардем шавҳар кардем ина сад бол шукронаи худо ки 5 та духтарча 1 та писар дорем чо ҳунар омӯзам бо хубтарай зиндагӣ кунанд рафтори хуб кунанд қатъи оилаҳошон фарзандошо тарбияи нақс кунанд хай ба ҳамон духтаро бошанд бачаҳо бошанд бо гапи ҳамдигар фикр кунанд гапи ҳамдигара фикр кунанд ҳамдигарфаҳмӣ кунанд ба гапи сирқ штуман кунанд дар оилаҳошон вайрон нашаванд охо ба гап ки накардӣ албатта вайрон мешаванд сабру ба тоқат бошу фикри гапи ӯро гӯш куниву рамкаи инсонӣ берун нашавӣ муроду мақсад ҳаме ки то вақте ҳастем ба дасту ба по бошем фарзандо хизматгори бигем сирқ штуман бошанд ҳама тинч бошанд